به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اولی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم درباره اون شخصانی که بسیار کبر و ریا می کنند یک چند قصه و یک چند حدیث را برای شما بیان کنم. و البته اگر در وقتی گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت می خواهم. یکی از خصلت‌های بد انسانی که او را به دوزخ میبرد این تکبری است. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. یعنی شخصی که در دلش اگر ذره ای از کبر داشته باشد هرگز داخل بهشت نخواهد گشت. کدام شخصی که این عمل را پیشه خود سازد بی‌شبهه پیروی به شیطان کرده باشد، زیرا که شیطان با عمل تکبریش از درگاه الهی رانده گشت. وقتی که خداوند حضرت آدم را آفرید، تمامی فرشتگان را امر نمود تا به آدم علیه السلام سجده کنند. آن وقت شیطان عزازیل فرشته بود و به تمامی ملائکه ها درس می گفت. به این مطاعت خود مغرور شده خود را از آدم بالا گرفت و از سجده نمودن سرکشی کرد. وقتی خداوند گفت ای شیطان آدم را سجده کن، شیطان گفت من برترم از وی، زیرا من از آتش هستم و آدم از خاک. وقتی شیطان با آدم سجده نکرد، همون طوق لعنت برگردنش افتاد. فرشتگان سرش سجده برداشته دیدند که طوق لعنت برگردن شیطان افتاده است. به شکرانه آن که طوق لعنت برگردن ایشان نافتاده است، بار دوم سجده نمودند که خداوند این دو سجده را در نماز بر بندگانش فرض گردانید. ای پسر در مردمی مشهور باش، از بخیلی و از تکبر دور باش. نقل است که وقتی طوفان نوح آغاز شد، حضرت نوح علیه السلام به کشتی اشیاء ضروری را گرفتند. همین وقت شیطان هم آمده به کشتی در آمدنی شد. نوح علیه السلام به شیطان گفتند تو کیستی؟ من تو را نشناختم. در جواب ابلیس گفت من شیطان هستم. نوح علیه السلام گفتند تو چی میخواهی؟ شیطان گفت از خدای تعالی عفو کردن مرا التماس کنید. همین وقت از طرف خدای تعالی وحی آمد که ای نوح، به شیطان بگو اگر قبر آدم را رفته زیارت نموده سجده کند، من او را عفو میکنم. وقتی نوح علیه السلام فرمان خدا را به شیطان رسانیدند، اعتراض بیان نموده گفت من با آدم در حالت زندگی سجده نکردم، اکنون به مرده او سجده کنم؟ پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی خاکساری کند الله تعالی درجه او را بلند گرداند و هر کی تکبری کند الله تعالی درجه او را پست گرداند. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند یک لحظه خوب اندیشه کرده از تکبر شدن، از اون کبر و ریا کردن کمی استغفر الله گویانا. با برادران و خواهران اهل اسلام خود همچون انسانوار رفتار کنین. امروزها بسیارند بعضی برادران با عقلی که در شهرهای غریبی باشد خواه در وطن کمی سم پیدا کرده دیگران را به نظر نمی گیرند، حالا که این مال و دنیا در پیشگاه خداوند هیچ قدری ندارد. زیرا خداوند متعال میگه ای بنده من، برای من مال و دولت تو، سر و ثروت تو، زیبایی تو، اون اتومبیل تو هیچ قدری ندارد. برای من اعمال تو و اون دلی که داری، اون نیتی که داری، این برای من حساب است. پس به حرمت خداوند دل نیت خود را پاک کرده با برادران و خواهران خود همچون انسان رفتار کنین. زیرا این مال و دنیا، این سر و ثروت همه دو روزند. در قبر انسان را فقط اعمال نیک همراه است و خلاص. دیگر این مال و دولت و فرزندان و دیگر چیزی که دارین همش برای وارثان شما میماند. لیکن شما از این دنیا دستی خالی میروین. در خاطر دارین دستی خالی این دنیا را ترک میکنین. اهل خانواده، یار و دوست همه شما را یک چند مدت به یاد میارن، دیگه آهسته آهسته سال ماه میگذره و شما را فراموش میکنن. لیکن شما در داخل قبر عذاب میکشین برای اونی که شما در روی زمین کبر کردین. پس به حرمت خداوند از کبر و ریا کردن، از مردم را پس زدن خود را دور کنین. و باز برادران و خواهران اهل اسلام من، روزی گذشته بنده در زیر یک نوار دیدیم که یک برادر عالی قدر و دانشمند ما با یک نام تمغه تلفنی، اگر خطا کنم خدا مغفرتم کند،
گالاکسی یا چی نوشتگی بود، مقصد که میگه امید رحمت این آوازی خودش نیست یا که آوازش نافرمای برادر عالی قدر. اگر برای تو منظور نباشد عموما میتوانی به سامانه ما وارد نگردی، زیرا من این ثبت ها را برای به تو معقول شدن ثبت نمی کنم. پس به حرمت خدا اگر منظور تو نیست عموما میتوانی دیگر نداری و میخوای اون صحیفه ما را میتونی روی خط سیاه مانی تا که با تو هیچ خبری نیاد. لیکن خود دانایی گرفته و مثلا خود عالم گرفته اینجا از خود یک افسانه و دیگر نوشتن شرط نیست، زیرا اون شخصانی که مرا شخصا میشناسند الحمدلله که میدونن ما آوازی منتج و دیگر کار نمی کنیم. الحمدلله اون چیزی که خداوند برای ما نصیب کرد اون را پیشکش مردم می کنیم تا که خداوند متعال همه ما و شما را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت فرماید. مقصد بنده فقط پند و حکمت است و خلاص، دیگر هیچ اون شرط نیست که برای تو آواز ما معقول می شد یا که نه، چون که در سبقهای پیش نگفته بودیم برادران و خواهران عالی قدر، شما به طرز گفتار و با آن آواز ما اهمیت ندین، برعکس به اون حدیث و آیات قرآن کریم خوب اهمیت داده برای اون عملی کنین. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و انا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادری شما امید رحمت. الله تعالی یار و مددگاری هر یک شما یان باد.